سلام، من سعید کرباسی هستم و اینجا کانال دارک یونیورسه، جایی برای صحبت در مورد شگفتی‌های جهان هستی. حتما شما هم شنیدین که میگن اگر توی آسمون شب یه شهاب دیدی چشماتو ببند و آرزو کن. با ما همراه بشین تا بهتون بگیم شهاب‌ها در واقع چی هستن و چه موقع از سال میتونید لیست آرزوهاتون رو بردارین و بیرین زیر آسمون شب و به آرزوهاتون فکر کنین. قبل از هر چیزی میخوام بهتون بگم که چطور میتونین مطمئن بشین که آیا واقعا یک شهاب یا شهاب سنگ رو توی آسمون شب دیدین یا نه اونو با جرم دیگه اشتباه گرفت. باید بدونین که توی آسمون شب شما میتونید اجرام مختلفی رو ببینید که تمایز اونا از همدیگه هم کار آسونی نیست و خیلی وقتا اونا رو با همدیگه منجمای مبتدی اشتباه میگیرن. ولی در مورد شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها این قضیه صدق نمی‌کنه و شما به راحتی میتونید تشخیص بدین که آیا واقعا یک شهاب یا شهاب سنگ رو دیدین یا نه. چطوری؟ خیلی ساده است. ما بهتون میگیم که شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها نورهای ناگهانی زودگذر از آسمون شب هستند. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که دارید به آسمون شب نگاه میکنید و ناگهان یک نوری رو میبینید که خیلی سریع توی آسمون شب ظاهر میشه، به شدت نورش افزایش پیدا میکنه و ناگهانی هم خاموش میشه، شما یک شهاب یا شهاب سنگ رو دید. این ویدئو رو ببینید. نورهای ناگهانی که دارید توی این ویدئو میبینید همون شهاب‌ها یا شهاب سنگ‌ها هستن. اینجا ممکنه از من بپرسین آیا ممکنه اجرام دیگه یا توی آسمون شب با شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها اشتباه بگیریم؟ باید بهتون بگم شما فقط ممکنه در مورد دو تا جسم اشتباه بکنید، یکی هواپیماها و یکی ماهواره‌ها. خب هواپیماها که خیلی ساده است تشخیصشون، چون که یک چراغ قرمز چشمک زن دارن که توی آسمون شب اونو از اجرام دیگه متمایز میکنه و وقتی شما این چراغ چشمک زن قرمز رو دیدین باید مطمئن بشین که نه ماهواره دیدین، نه ستاره‌ای در کاره و نه شهاب یا شهاب سنگ. در مورد ماهواره‌ها باید به این نکته دقت کنید که ماهواره‌ها زمان خیلی بیشتری رو توی آسمون شب میمونن و شما میتونید اونا رو ببینید، در حالی که شهاب‌ها، شهاب سنگ‌ها و یا حتی آذرگوی‌ها خیلی سریع توی آسمون شب از بین میرن و ناپدید میشن. مورد دیگه در مورد نور اونهاست. نور ماهواره‌ها خیلی به آرومی کم و بعد هم زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی شما نور ماهواره رو که دارید توی آسمان می‌بینیدش، ماهواره از یه نور خیلی کمی شروع میکنه، کم کم نورش زیاد و زیادتر میشه و بعد به آرومی این نور کم میشه تا اینکه در سمت دیگه آسمون شما دیگه نمیتونید ببینیدش. اما شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها و حتی آذرگوها اینطوری نیستن. اونا ناگهان نورشون خیلی زیاد میشه و به صورت ناگهانی هم نورشون خاموش میشه و از بین میره. احتمالاً تا اینجا باید براتون این سوال به وجود اومده باشه که چرا من دارم از دو تا واژه شهاب و شهاب سنگ به صورت جداگانه استفاده میکنم و اصلا مگه اینا با هم دیگه فرقی دارن؟ همینطور اگه خوب به حرفای من گوش داده باشین احتمالاً از خودتون پرسیدین آذرگوی دیگه چیه؟ با من همراه بشین تا براتون توضیح بدم هر کدوم از اینا چه معنایی دارن و چطور باید اونا رو از همدیگه تشخیص بدیم. تو جواب سوال اولتون باید بگم که بله، از نظر علم نجوم و کیهانشناسی شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها با همدیگه تفاوت دارن و حتی ما یه تعریفی داریم با عنوان شهابواره. به این عکس دقت کنین. ما توی فضا ذرات سرگردان کوچک و بزرگ زیادی رو داریم که از جنس‌های مختلفی هم هستن. زمانی که این اجرام توی میدان گرانش زمین به دام میفتن و به سمت زمین حرکت میکنن، اتفاقی میفته که ما به اون میگیم شهاب یا شهاب سنگ. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ زمانی که این اجرام با سرعت خیلی زیادی به سمت زمین میان و وارد جو زمین میشن، با مولکول‌های هوای جو زمین برخورد میکنن و بر اثر اصطکاکی که به وجود میاد اصطلاحاً میسوزن. این اتفاق باعث میشه ما اون نوری که از سطح زمین میبینیم به وجود بیاد. پس اون نوری که از شهاب‌ها یا شهاب سنگ‌ها به وجود میاد نتیجه برخورد این سنگ‌های آسمانی با جو زمین. حالا نکته اینجاست که اگر این سنگ به صورت کامل توی جو زمین بسوزه و هیچی از اون به سطح زمین نرسه، ما بهش میگیم شهاب. اما اگر این سنگ به اندازه بزرگ باشه که بتونه از جو زمین عبور کنه و یک تکه‌ای از اون به سطح زمین هم برسه، بهش میگیم شهاب سنگ. که اتفاقا این شهاب سنگ ها برای منجما و کیهانشناسا خیلی هم مهم و ارزشمندن و میتونن اطلاعات متفاوتی رو از اونها به دست بیارن که توی ویدیوهای دیگه براتون در مورد این قضیه توضیح بیشتری خواهم داد. حالا شهابواره چیه؟
یه بار دیگه به همین عکس دقت کنید. توی فضا ذرات سرگردانی وجود دارن که به صورت بالقوه میتونن یک روزی به صورت شهاب یا شهاب سنگ وارد جو زمین بشن. ما به این سنگ‌های سرگردان اصطلاحاً میگیم شهاب‌باره. یه نکته کوچیکی که در مورد شهاب سنگ‌ها و شهاب‌ها بهتون بگم. دانشمندان معتقدند که به احتمال بسیار زیاد مقدار خیلی زیادی از آب سطح زمین توسط شهاب‌ها و دنباله‌دارها به زمین آورده شده و حتی شاید حیات. در مورد این موضوع تو ویدیوهای دیگه بیشتر براتون صحبت خواهم کرد. اینجا براتون یه مثال از اون شهاب سنگ‌ها رو هم آوردم. به این عکس نگاه کنید. این عکس در واقع شهاب سنگیه که تو سال 1492 با سطح زمین برخورد کرد. مردم در اون زمان فکر می‌کردند که این سنگ نتیجه عذاب خدایگانه و خدایگان برای اینکه اونها رو عذاب کنن از آسمون به سرشون سنگ باریدن. در حالی که ما امروزه میدونیم داستان چیز دیگه‌ایه و شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها منشأ دیگه‌ای دارن و به شکل دیگه‌ای این اتفاق داره برای کره زمین رخ میده. من یادم نرفته که پرسیده بودین آذرگوی یا فایربال چیه. آذرگوی یا همون فایربال شهاب یا شهاب سنگی هست که تا عمق بیشتری توی جو نسبت به شهاب سنگ‌ها و شهاب‌های معمولی پایین میاد و اینقدر نورانیه که شما ممکنه اون رو در طول روز هم بتونید ببینید. آذرگوی‌ها پدیده‌های نادری هستند که شما خیلی کم این فرصت رو دارین که بتونین مشاهدهشون کنید. من خودم با این تجربه 10-15 ساله رصدی فقط 2 بار انقدر خوش شانس بودم که تونستم اونها رو ببینم. بهتون گفتم که یک سنگ سرگردان آسمانی با توجه به اندازه‌ای که داره میتونه به یک شهاب سنگ یا یک شهاب تبدیل بشه. اما اندازه تنها عامل تاثیرگذار در این زمینه نیست. عامل تاثیرگذار دیگه جنس اون سنگ آسمانیه. خیلی واضحه که اگر یک سنگ آسمانی از جنس آهن ساخته شده باشه، احتمال خیلی بیشتری داره که یک بخش از اون بتونه به سطح زمین برسه تا اینکه از جنس یخ ساخته شده باشه. عامل تاثیرگذار دیگه سرعتیه که اون سنگ آسمانی به جو زمین وارد میشه. هر چقدر سرعت اون سنگ آسمانی بیشتر باشه، احتمال سوختنش به صورت کامل و اینکه هیچی از اون به سطح زمین نرسه بیشتر میشه. مورد دیگه تاثیرگذار توی سرنوشت این سنگ‌های آسمانی زاویه‌ای هست که اونا وارد جو زمین میشن. اگر یک سنگ آسمانی با یک زاویه خاصی وارد جو زمین بشه، ممکنه که در اثر برخورد با جو مقداری از اون بسوزه، ولی حتی اگر همه اونم به صورت کامل نسوزه بتونه از سمت دیگه جو خارج بشه و اصلا به سمت زمین نیاد. شهاب‌ها پدیده‌های نجومی رایج آسمون شب هستن و شما توی هر زمان از سال ممکنه بتونید تعدادی از اونها رو توی آسمون شب مشاهده کنید. البته زمانهای ثابت مشخصی هم وجود دارن که طی اونها تعداد زیادی شهاب و شهاب سنگ در طول یک یا چند شب وارد جو زمین میشن که این پدیده‌ها به بارش‌های شهابی معروفن. مشاهده شهاب‌ها و به خصوص بارش‌های شهابی از اون جمله پدیده‌هاییه که حتی منجمایی که سابقه رصد خیلی زیادی دارن هم به خودش جلب میکنه و اونا برای مشاهده برنامه‌های بارش شهابی از پایه ثابت‌های این برنامه‌ها هستن. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. Wow. Oh. 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 این ویدیو مربوط به بارش شهابی جوزایی تو سال 2023 و توی کشور نروژ ضبط شده. دیدین که منجمایی که میدونستن این اتفاق قراره بیفته با چه ذوق و شوقی داشتن مشاهدهش میکردن و بهتون قول میدم که شما حتی اگر یک بار همین تجربه رو داشته باشین عاشقش میشین و حتی اگر به سایر پدیده‌های نجومی هم علاقه پیدا نکنین نمیتونین از مشاهده این بارش‌های شهابی لذت نبرید.
و بارها تکرارش خواهیم کرد. اما سوال اینجاست که منشأ این بارش‌های شهابی چیه و چرا اتفاق میفته؟ جواب مختصر و مفید و خیلی ساده به این سوال یک کلمه است: دنباله‌دارها. زمانی که دنباله‌دارها توی مسیر خودشون به دور خورشید به خورشید نزدیک میشن، مقداری از جرم اونها تبخیر میشه و توی مسیری که اونها به دور خورشید میچرخن به جا میمونه. زمانی که دنباله‌دارها بارها طی میلیون‌ها سال این فرایند رو تکرار میکنن، مقدار خیلی زیادی از این ذرات توی مسیر دنباله‌دار به جا میمونه. اینجاست که کره زمین وارد بازی میشه. کره زمین زمانی که توی مسیر خودش برای گردش به دور خورشید وارد مسیر یکی از این دنباله‌دارها بشه، تعداد زیادی جرم و ذرات باقی مونده از این دنباله‌دارها رو ملاقات میکنه و خب خیلی طبیعیه که گرانش زمین اونها رو به خودش جذب میکنه و در طی یک یا چند شب تعداد زیادی از این ذرات وارد جو میشن و بارش شهابی اتفاق میفته. پس دنباله‌دارها و اون ذراتی که اونا باقی گذاشتن عامل وجود اومدن این بارش‌های شهابیه. حالا نکته اینجاست که زمین توی یک مسیر مشخص و ثابتی در حال گردش به دور خورشیده. از طرف دیگه مسیر گردش دنباله‌دارها هم همین ویژگی رو داره و ثابت تکرار شونده است. پس زمانی که زمین در مسیر گردش خودش به دور خورشید وارد مسیر یکی از این دنباله‌دارها بشه، تعداد زیادی ذرات رو ملاقات میکنه و بارش شهابی اتفاق میفته و منجمات تونستن این مسیرها رو شناسایی کنن و زمان ثابت مشخص اونها رو برای ما تعیین کنن که زمانهای ثابت و تکرار شونده‌ای هم هستن توی تقویم‌های میلادی و تقویم خورشیدی. اینجا من یه نکته کوچیکی هم در مورد نامگذاری این بارش‌های شهابی بهتون بگم. در واقع این نامگذاری به این معنیه که شما وقتی یک بارش شهابی رو می‌خواید مشاهده کنید، مثلا بارش شهابی برساوشی، باید صورت فلکی برساوش توی آسمون رو پیدا کنید و اون رو در طول شب تحت نظر بگیرید و اینجا همون جاییه که تعداد خیلی زیادی از شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها وارد جو زمین میشن و بهترین مکان برای رصد کردن شهاب‌هاست. اینجا ما یه لیستی از بارش شهابی معروف طول سال رو تهیه کردیم که میتونین برای خودتون ثبتش کنین و در زمان وقوعشون از مشاهده اونها و تجربه حیرت انگیزی که بهتون میدن لذت ببرید. دو تا از معروف‌ترین این بارش شهابی‌ها بارش شهابی برساوشی و بارش شهابی جوزایی که اولی توی 21 تا 22 مرداد ماه و دومی بین 23 تا 27 آذر ماه به اوج خودشون میرسن و یک زمان خیلی خوبی هست برای مشاهده شهاب‌ها توی آسمون شب. پس فهمیدیم که شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها پدیده‌های عجیب و ماوراءطبیعی آسمون شب نیستند، بلکه نتیجه ورود سنگ‌های سرگردان آسمانی به جو زمین و سوختنشون در اثر اصطکاک با جو زمین هستند. سنگ‌هایی که خودشون نتیجه حرکت دنباله‌دارها به دور خورشید طی میلیون‌ها سال و باقی موندن ذراتی در مسیر اونها هستند. در واقع شهاب‌ها و شهاب سنگ‌ها یادگاری‌هایی هستند که دنباله‌دارها از حرکتشون به دور خورشید برای ما به جا گذاشتن. همین و بس. حالا دیگه وقتشه که لیست آرزوهامون رو به لیست تلاش روزمره‌مون برای دستیابی به اونها ارتقا بدیم و به جاش لیست بارش‌های شهابی رو تو دستمون بگیریم تا در زمان وقوعشون از مشاهده این پدیده زیبا و حیرت انگیز آسمون شب لذت ببرید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید. ما هم قول میدیم که با ویدیوهای بیشتر و بهتر در کنارتون باشیم و در مورد آسمون شب و شگفتی‌های اون بیشتر و بیشتر با شما صحبت کنیم.